صحبت کنیم. صحبت بسیار است. نوبت هم انشاءالله شاگرد میتیم کمتر باشدم انشاءالله صحبت میکنن انشاءالله، چون که آینده ای خدا خواهد عالمان یکی سرزمین همین برادر میشن انشاءالله. خدا خواهد الله مبارکش کند، الله از این هم علمشون زیاده کند، از این هم مرتبهشون درجهش زیاده کند قدر امکان. خدا خواهد از نصیحت های پیغمبر و الله بزرگ به ما و شما خدا خواهد میرسند. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءالله استاد خیلی سخنای نیک گفتن. ما و شما در واجبه که در حیات همین سخنای استاد عمل کرده و این شنیدگی ما در دیگر در اهل و ایلام رسونده تطبیق کرده عمل کنیم انشاءالله حیات خدامون زیبا میشه. انشاءالله در حق استغفار کمتر صحبت میکنیم. چخیر که پیامبر کرام سرور کائنات صلی الله علیه و سلم گفته بودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسانی که ای گناه توبه میکنند به مانند بی گناه گفتند. اگه بنده در دنیا هممون ای گناه خالی نیسته. حتی میگه در حیات ولی الله اولیاء شدگی عزیزان در حیات خطا کرده بودند. ما و شما ای گناه خالی نبودن من طبیعی حاله. اگه ما و شما نه چی لازمه برای خدامون استغفار کنیم. پیامبر علیه السلام در دیگه حدیثی گفتن یا ایها الناس استغفر الله و اتوب الیه و انی اتوب فی و انی استغفر الله و اتوب الیه فی یوم 100 مره. ای انسان ها گفتن و سوی پروردگار استغفار پرسید و توبه کنید. من در یک روز 100 مرتبه در دیگه حدیث 70 مرتبه بیشتر حدیث توبه میکنم گفته و ما شما نصیحت داد. اگه پیامبر که پروردگار گناه و اولین و آخرش مغفرت کرده باشه، پیغمبر که خاتم نبیین این بهترین پیغمبرها شده باشه، پیغمبر که به سبب پیغمبر این کائنات به وجود اومدگی ذات توبه کنه، ما و شما البته لازمه. البته پروردگار در قرآن میگه که مؤمنان صفاتش ذکر کردن بعد در همونجا میگه و بالاسحار هم یستغفرون. از سن سحر همون طرف صبح و یا بسوی پروردگار استغفار میپرسن. گفتن مؤمنان اگه ما مؤمنه دعوا داشته باشیم مسلمانه دعوا داشته باشیم ان شاء الله چیکار کنیم؟ سحر خیسه یک کم استغفار پرسیم ان شاء الله. در کتاب حکم العطایه میگه که بنده میگه پیش طعام خوردن پیش خوراک نوشیدن مثال یک نوشش باشه خروج یکم چیکار میکنه؟ یکم دست میشوه. بنده هم اگر به سوی پروردگار مناجات میکردگی باشه، ای پروردگار مطلب داشته، ای پروردگار یک امید داشته باشه، یکم چیکار کنه؟ باید استغفار پرسه. چخیر که دستش ای چیرکا شفته بعد طعام شروع میکنه ای گناهها خچه فارغ کنه، ای گناه خچه خلاص کنه، بعد به طرف پروردگار درس بالا کنه. حالا که در حدیث پیامبر علیه السلام میگه کدام شخصی که میگه این حدیث قدسی پیامبر ما جانب پروردگار سخن دارم. پروردگار میگفته کدام بنده ای که دست برداشته به سوی من دعا میکنه استغفار میکنه ای رحمت من امیدوار میشه من روز قیامت گناهی این اعتبار نمیتم. میگه کدام بنده ای که گناهاش آسمون تا آسمون میبره میگه و استغفار میپرسه توبه میکنه من توبهش قبول میکنم. کدام بنده ای که میگه روی زمین با گناه پر کرده بیا در روی زمین یک جای خالی هم نمونه لیکن من در شرک نیاره من گناهش مغفرت میکنم. پروردگار با بندش مشتاق میشه که شاید توبه کنه. در دیگه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگار همین قدر این خرسند میشه یک چیز همین بوده که بنده کدام وقت استغفر الله و اتوب الیه. هیچ نیست برادران. در یک روز 100 مرتبه گفتن 200 مرتبه گفتن سحری همین خدام عادت کنه هم پیش مسجد اومدن 100 مرتبه گویم 100 مرتبه سبحان الله گویم 100 مرتبه سوره اخلاص خونیم برای خدا ما ان شاء الله. یک کمش نه که وظیفه همین که استغفر الله پیش گفتن در طور بوده. در دیگه حدیث در آیت است و ما کان الله معذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. پیامبر ما پروردگار تعریف کرده میگه که تو در بین همون مردم هستی هرگز من اون مردم
عذاب اون دچار نمیکنم. و کدام قومی که استغفار میپرسن هرگز من ویان بلا و مصیبت که عذاب نمیتیم. استغفار پرسیدگی جان ده بلا و مصیبت نمی اومده. استغفار پرسیدگی جان ده رزق کنده نمیشته، برکه کنده نمیشته. قوم ثمود همه بلا دوچار شدن سببش در همون وقت بلا اومدن یگان تشم استغفار نپرسیده، یگان تشم پروردگار دعا کرده، توبه نکرده، همه چیکار کرده بود؟ به طرف گناه شروع کرده. ما و شما نکه لازمه ان شاء الله همین دیگه چیزا میگویم زبونامو تر میشه و زبونامو حرکت میکنه، سبحان الله گویم، استغفر الله گویم، اینش بهترین برای خودمون. گفتای حضرتمو دست به کار دل به یار. ان شاء الله ذکر کنیم، کارام هم کنیم، با گفت استاد در حیات همون کارام هم کنیم، زندگیمون حرکت کنیم. استغفر الله گفته بعد ذکر کرده گرده. در حدیث پیامبر بسیار بسیار است. در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام گفتن کسی که توبه میکنه، کسی که توبه کرده میگرده پروردگار در حیات وی در رزق وی برکت میده گفتن. اگه ما و شما ان شاء الله لازمه توبه کرده گردیم، استغفار کنیم ان شاء الله. پیش بامداد 100 مرتبه، پیش خواب رفتن 100 مرتبه، عمر پیش خواب رفتن خدا شو یک بار سراغ میکرد. چخیر که حضرت علی گفتن قیامت شدت پرسجو نکردن تو خود پرسجو کن، برای قیامت تیارگی تبین. خود سوال من همین روز برای رضاگی، برای خاطر پروردگار چی کار کردم و چی گناه کردم. گناه باشد در جاش استغفار پرس. گفتم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ای گناه توبه کرده استغفار پرسیدگی با مانند بیگناه. اگه در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام گفته کسی که گناه توبه میکنه بس میکنه، لیکن در ته دلش با همو گناه کردن مقصدش های زبان توبه داره، نه که در ته دلش های و پروردگار خودش مسخره کرده، پروردگار خودش مسخره کرده. من مثال توبه کنم و زبان کرده استغفر الله گمو با دلم یک کار گناه ریجه دارم، من حاضر فلان میکنم پسان، این پروردگار مسخره کنی بده برو. توبه چخیل میشه و توبوا الی الله توبه نصوحا. پروردگار چخیل که گفت نصوحا، خاص این نصوح همه خیلی در قصه قرآنیه. در اموشو در پیش یک خدمتکار میگه ملکه بن میگه، امو پاشا دخترشه و خودش خونسه بن میگه، خودش مردونه که با زنها مانند زن بن میگه. همون آدم میگه به همو پاشا دخترشه خدمت چه کرده میگشت. روز میگه همو پاشا دخترشه یک چالش تیلای چالش گم شد. پاشا چیل تا همو کنیزکا چخ کرد ای یکس کفتن ندران میگه. این ای دزیدنش نه ای گم شدنش نه، خودش مردک بدنش میدونه. در همونجا میگه تمام شد میگه. حاضر اگر همین تصرفاتن من کشن میدونه که من مردم، کله من از سرم جدا میگه. نسوخ میگه در همونجا توبه کرد ای پروردگار تو من همینجا نجات دی، بس من بس کردم. و در همونجا به دفتر پاشا زنا میکرد، دیگه کارا میکرد. وقتی میگه همین توبه قلبم کرد، استای دل توبه کرد میگه ای پیشینش چاله بورمن میگه. هم تا بورمد و هوی خورد به طرف پروردگار توبه کرد میگه. چند قبط بود که همون دختر پاشا با همون الچیاش گسل کرد که بیا که هم اجا تینچ. نه گفت من پروردگار حق یافتم، من حقیقی ذات یافتم، هرگز که به سویت نمیرم. یعنی خیلی توبت نصوح گفتن یک گناه کردم بس کردم، انا توبه ما قبولش دلالت میکنه. توبه کنیم و با همون کار کنیم، توبه کنیم و حال گفتگی در دل همون ریجش باشه و توبه نمیشه. توبه کردن انشاءالله همین کار من نمیکنم، تمام برای خاطر پروردگار، برای رضاگی پروردگار همین کار نمیکنم. در باب وی صحیح بخاری نمیاد پروردگار بندش رشک می‌داشته. کدام بنده است که مومنه گناه میکنه همون بندش دوست نمی‌داشته کارش. پروردگار ما گناه کردن ما رشک می‌داشته. چخیل که ما و شما هم رشک داریم، پروردگار مومن بندش رشک. بنده گناه بسیار کنه، بسیار گناه کنه، پروردگار همون بنده دوستدار شه، همون بنده نازنینش نه یک بلا مصیبت به طرفش نازل میکنه. شاید همین بندم دوستیمو بین من و بین جدا نشود گفته. بنده وقتا که میگه در همون مصیبت پروردگار صبر میکند، همون مصیبت از جانب پروردگار میبیند، هوای به همون گناهش کفارت میشته. پیشینه صالح سلفا هم تبدیل که اگر وایان یک مصیبت یا که یک غم تشویش نیاد در و بسوی پروردگار دعا میکردن که من مشرک شدم چی که پروردگار من مصیبت نفرست. یک زن میگه با شوی خود 30 سال
زندگی کرده از شوش طلب طلاق کرد میگه. مرد جان همین روز طلاق من میتی میگه. مرد در حیرت موند با چی سبب من تا طلاق میتیم که زندگیمو خوب شده باشه، همه شرایط ما گفته امروز به چی من در گیجا خطا کرده باشم. گفته مرد میگه در اوید اومد، همون وقتی کارگر اوید کرده میگه بر طرف بانگ اومده، از بانگ غلطیده دست مردک شکست میگه. در غضب میگه زن اخچه فیراد کرده بیا که همین روز نصره نیمه کیفیت من پروندگی تستی من طلاق نمیتیم. گفته فیراد میکنه که زنش اومده نه مردک جان من بس کردم توبه کردم من خطا کردم. میگه سبب چی بود که تو من طلاق طلب کردی؟ گفتم بعد میگه که 30 سال من با تو زندگی کردم، 30 سال زندگی کردم تا یک بیگناه نه گناهی تا فهمیدم نه مسلمان هستی نه منافق هستی من تا نفهمیدم. من ترسیدم که همین تو منافق هستی چی پروردگار تو یک بلا مصیبت نداده است، گناههای تو نه کفارت میشته که یک غم تشویش نداده است. من ترسیدم که تو منافق هستی چی. اکنون که امروز من دیدم که تو نه بلا اومد تو دونستم که دوست پروردگار بوده گناه نبوده. گفته زنک در همونجا و صالح زنکا اکن این فضیلت چه میدونستم. از ما و شما در درون گناه غوطیده مونده احکمان چیه انشاءالله استغفرالله خدام لازم کنه. خدا ما فرزندان ما هم همین دکه شروع کنیم. هیچ گپ نیست میذاره غیبت خوننگی هم مثلا در جای غیبت کردن 100 مرتبه استغفار پرس، 100 مرتبه سبحان الله و بحمده پرس. کسی که میگه در حدیث من قال فی یوم سبحان الله و بحمده 100 مرة غفر له و ان کان ذبت البحر. کسی که میگه در یک روز 100 بار سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم میگه گناهاش به مانند بحر باشه پروردگار مغفرت میکنه. بیا که برادرها چیکار کنیم؟ گناه کردیم اگه گفتیم که بنده به خطا خالی نیست، اما هم در خطا به فقط پروردگاره. یک برادر ما هم خطا کرده باشه در جاش خود چه فیراد کرده گویم. امام شافعی یک سخن شوه کسانی که دوستان من خطاگی ما برای خودم آیان آشکارا میکنن، کسانی که دشمن من در بین ازدحام گناه من آشکارا میکنه. ما که خطای برادر ما بینیم در خود سک رسونیم انشاءالله، چون که همون برادر ما خطا خالی نیست. یک برادر ما کمچیلیک شدیدیم نقصان شدیدیم در غیبت کنه نداریم انشاءالله. دونم که همون بنده هم چیه خطاکاره ما هم خطاکار هستیم. او شاعر یک شعر شوه اگر یک برادر عیبش ظاهر شود در حرکت گپزنی غیبت کنی نداره میگه تا هم دون که خطا خالی نیستی ما هم بنده هستیم انشاءالله.